خب، سلام خدمت همراهان گرامی کانال. بریم امروز هم دوتا کوین رو ببینیم با هم دیگه. یکی CRO کرونوس یا کوین صرافی crypto.com و یکی انجین کوین. خب اول از کرونوس شروع میکنیم. چیزی که هست CRO حرکت سعودی قبلیش خیلی حرکت پیچیده یا ناقصه، نمیتونم زیاد در موردش صحبت کنم غیر از تیکه آخرش که یه حرکت 5 موجه قشنگ و تمیز زده رفته بالا و یه سقفی رو دیده. این تیکه وسطش رو من درست نمیتونم بفهمم. اون زمان میگفتیم که این نکته آموزشی داره دیگه، میگفتیم که این حرکت مثلا یه موجه یکیه، این موج دوه، مثلا میتونه موج 3 ببینه. ولی اگر که دوستان به پیر دلارش تو صرافی بیترکس نگاه بکنن، این قبل از این حرکت هم یه سری حرکت دیگه داشته که مقدار شرایطش پیچیده کرده. نمیدونم واقعیتش که چه اتفاق قرار بیفته و در ضمن اگر اینو به عنوان یک موج جنبشی ببینیم، این موج سومش کوتاه شده و این نقض واضح قوانین الیوته. پس من با این تیکش فعلا کاری ندارم و در واقع نظری نمیتونم بدم، ولی میریم به اصلاحش نگاه میکنیم. اصلاحش چیزی که مشخصه یک حرکت جنبشی پرقدرت اینجا داشتیم و اینجا یک حرکت بی داشتیم. به عنوان بی من دیدمش تقریبا 3 موجی، حالا در تایم هفتگی الان دارم میبینم، تو دیلی بهتر خودتون میتونین حرکتش رو ببینید. یک موج بی داشته و در نهایت یک موج سی رو به پایین که احتمال زیاد اندینگ دیاگونال هم شده. این تا اونجا که یادمش و قبلا دیدمش فکر میکنم اندینگ بود. بله اندینگ دیاگوناله و شما میتونستین به این طریق تقریبا خودتونم شناساییش بکنید. یه مقدار سخت اندینگ دیاگونال رو شمردنش، ولی خب اینم یه اندینگ دیاگونالیه که سادم بخوایم بهش نگاه کنیم یه خط بعد از یک نزول بسیار بسیار پرشیب در این نقطه شیب پایین اومدنش کم شده و خط روندش رو اومده شکونده و همونجوری که داریم میبینی در همین نقطه ای هم که خط روند شکونده حجم افزایش پیدا کرده. میشه تا حدودی امیدوار بود که این کوین هم حرکت صعودیشو حالا شروع کرده باشه. حالا اینکه صعودش تا کجا میتونه بره، ما چون از سابقه پشتش اطلاعات درستی من شخصا ندارم، به این طریق میتونم ازش تارگت گیری بکنم. یه فیبوناچی میزنی روی این موج اصلاحیش. خب لولای هلوهوش 50%، البته 50% به احتمال زیاد رد میکنه. لول مهم 618 و اگر بخواد حتی شرایط سعودی شروع بکنه، یعنی اینقدر شرایط بازار خوب شد که دیدین سنتیمنت کلی بازار کریپتو خوبه، شما میتونید امیدوار باشین که تارگت های بالا هم که هلوش $2 و در نهایت $6 که خیلی زیاد میشه نسبت به قیمت فعلیش، اصلا هم فعلا باش کاری نداریم. به عنوان نکته آموزشی گفتم در تایم های پایین میتونین از این طریق هم تارگت گیری بکنید. خب ما پس اینجا امیدواریم که حرکت صعودی شروع شده باشه. خب یه کانفرم میخوایم دیگه، داریم در تایم بالا، الان در تایم دیلی هست بحث میکنیم در موردش. تارگت همون هم تارگت های زمانداریه، در تایم پایین نیست. خب کانفرم این که این ساختار ABC شکسته شده و ما وارد فاز جدیدی شدیم اینه که بتونه بیاد سقف موج بی رو بشکنه و هلوهوش 0.096 این سقف 0.096 جاییه که نقطه مهمیه برای این سناریوی سعودی ما.
اگر که نشگونه خب میتونه چه اتفاقی بیفته. اینایی که من این چند وقت تحلیل کردیم در موردش بچه‌ها، با این پیش‌فرضه که صعود شروع شده و این ما باید یک به یک کانفرم بگیره. این نیست که حالا چون ما یه ABC دیدیم دیگه تمومه. خب بخوام بهتون نشون بدم، شما اینجا یک ABC داشتی بعدم حرکت کرده ولی باز ریخته اومده پایین و موج به یک شکل دیگری تشکیل شده و تکمیل شده. حالا هم همینه. درسته اینجا شیوه حرکت کم شده، میتونه بیاد تا این بالا بعد دوباره بیاد کفو بزنه و یه ساختار اصلاحی دیگه اصلا شکل بده. پس این که ما بخوایم به دید خیلی مطمئن بیایم وارد بازار بشیم که حتما ABC تکمیل شده و بازار سعودی، دید اشتباهیه، میتونه باعث ضرر و زیان بشه. پس ما باید خیلی احتیاط بکنیم در بازار. خب کانفرما رو یکی یکی بگیریم. حالا اونجا اومده این سوینگ سقف و شکونده، خب کانفرم اولیش بوده، ولی کانفرم اصلی اینه که موج B شکسته بشه. خب پس ما این دیدگاه رو خدمت شما گفتم. کل تحلیلی که این چند وقت تو کانال یوتیوب گذاشتیم بر دیدگاه سعودیه. کانفرم باید ازش بگیریم. حالا یکی میگه که نه پس اینجوری نمیشه اصلا معامله کرد، من میشینم تا کانفرم رو حداقل بگیرم. خب اونم نمیشه گفت استراتژی اشتباهیه، اونم میتونه سودده باشه. یه مقدار از سودش کم میشه، سود از کفش فاصله میگیره، حرکت ها از دست میده، ولی خب ریسکش میاد پایین تر، میذاره مثلا موج بی شکسته بشه، پول بک بزنه، اگر پول بک زد وارد میشه و استاپش میذاره زیر پول بک. این استراتژی که اصلا نمیشه بهش خورده‌ای گرفت. هر کسی باید به دید خودش ورود و خروجشو تنظیم بکنه. ولی اینی که یه نفر بیاد وایس بگه همه چی مثبت میشه، اخبار باید مثبت باشه، فاندامنتالش مثبت باشه، آنچینش مثبت باشه، همه بگم به به چه اونجا دیگه جای ورود شما نیست. اونجا دیگه شما وارده آخرها یا حد خیلی شانس بیارین وسط های موج حرکتی شدین. اما اتفاقی که مثلا تو بیت کوین 40-50 هزار دلاری افتاد، تازه خیلی یادشون اومد بیت کوین چی هست و خب میدونیم که این چند وقت احتمالی که تو ضرر فروخته باشن هست به دلیل فشار بازار، فشار روانی. پس حواستون باشه. شما باید یک سطحی و همین پایین ماینا بگردین بر اساس تحلیل تکنیکال و سیگنال ورود بگیرین با یه استاپ کم. حالا من اگر بخوام مثلا از CR رو سیگنال بگیرم، میریم تو تایم پایین تر، اینو اصلا اجازه به اون میده یا خیر. خب سیگنال اولش همونجور که گفتم خط روند شکونده بود، یه پول بک نصف نیمه هم شدم کامل، حالا خط روند من زیاد دقیق نکشیدم، تایمی بالا کشیدمش، یه پول بکی هم زده. خب این بهترین سیگنال بود با کف اینجا، با کف این پایین بهترین سیگنال، کمترین ریسک رو داشته برای بود. خب اینجا نگرفتیم، بعد اومده یه هایی که زده پول بک زده اومده اون های شکونده، باز اینجا سیگنال بوده. همونجور که تو چارت هم میبینیم تو این نقاط گره شده معاملات و حجمم بعضی مواقع خورده، پس نشون میده خیلی تو این نقطه وارد شد. و روش های مختلف دیگه ای سیگنال گیری، یک نفر دیگه اومده تو این سطح گذاشته این سوینگ اولیه رو بشکنه در تایم 4 ساعته. همونش که میبینید خودش رسونده اینجا، حرکت کند شده، این سوینگی که شکنده پر قدرت رفته بالا. خب که یکی نفر دیگه هم اینجا وارد شد. پس ما باید دنبال سیگنال باشیم. الان من خودم بخوام وارد این کوین بشم نمیشه، تمام شده، من وارد این کوین نمیشم. درسته یه همچین دیدگاه بزرگی داریم، دنبالی همچین حرکت بزرگی هستیم، ولی از دید شخصی من اینجا من وارد نخواهم شد. حالا فوقش اینه که بازار میره این کوین از دست میدیم.
خب میگردیم دنبال یک کوین دیگه. آیا قرار بازار تا ابد به همین شکل مستقیم بره بالا؟ خب اینم مطمئنا دیگه همه دیدیم این چند وقته نه، همچین چیزی نیست. این اصلاح خواهد. پس شما اگر در نقطه بدی وارد شده باشین، این اصلاحی که احتمال اتفاق افتادنش زیاد هست باعث ضرر و زیان شما میشه. من صبر کنم این کوین یک اصلاحی بده، مثلا حالا به یک دیده 5 موج میشه این حرکت رو نگاه کرد. شاید من درست دیده باشم، شاید ندیده باشم، نمیدونم. و بعد بیاد مثلا یه اصلاح بده، تو این نقطه من تصمیم میگیرم که واردش بشم یا خیر. این دیدگاه بلند مدت خدمت دوستان گفتم. برای ورودم دیدگاه شخصی خودم رو گفتم. خب حالا هر کس دیگه به روش خودش میتونه سیگنال بگیره. بریم یه نگاهی هم به انجین کوین بکنیم. BNJ USD. من اول بذارین به پیر USD نگاهی بهش بکنم و بعد وارد پیر تترش بشیم که کندلای کامل تری داره در تایم هفتگی. خب انجین کوین یه حرکتی که قبل از این اصلاح داشته، من به صورت 5 موج میتونم نگاهش بکنم. خب ما رو همین 5 موج کار میکنیم. حالا قبلش هم یه حرکت هایی داشته، اینجا مستقیم شتابدار رفته بالا، بعد اومده به صورت 3 موجی رفته بالا و در نهایت یک اصلاح زیگزاگ. حالا این که کجا حرکت صعودی بگیریم، من فعلا از همین نقطه‌ای که هلوهوش 0.34 0.34 از اینجا حرکت رو گرفتم و از اینجا بهش نگاه میکنم. یک حرکت 5 موج صعودی در ادامه. مجددا این ABC رو، ببخشید اینو من اشتباه دادم، پاکش بکنیم. مجددا ما ABC رو میبینیم. ABC که خب خیلی این چند وقت دیدیم که به شکل اندینگ دیاگونال هم ظاهر شده موج سیش، و این اندینگ دیاگونال ها خودش یه سیگناله. از لحاظ الیوت شما جای اندینگ ببینی، اصلا اسمش هست اندینگ، یعنی پایان دادن. احتمال زیاد پایان داده به مسئله اصلاح ما. این خیلی خوبه. خب بریم بر من تو پیر تترش نگاه بکنیم و ادامه بدیم در صرافی بایننس. تایم های پایین پیرای تتر کندل های تمیزتری دارن. خب برگشتیم اومدیم که در تایم دیلی یه نگاهی بکنیم ببینیم این ساختار موج سی چی بوده. تقریبا میشه گفت یک ساختار اندینگو زده و در نهایت این کف رو ایجاد کرده. حالا اینا تو ریز موجاش بشماریم میبینیم به صورت 3 موج اومده پایین. حالا این یه تیکش یه مقدار پیچیدگی داره موجش، ولی موجای بعدی رو به پایینش به 3 موجی میشه شمردش. خب ما یه خط روندش هم بکشیم ببینیم دوستان. خطوط روند، همین خطوط ساده‌ای که خیلی در موردش بعد میگن مثلا تحلیل تکنیکال کلاسیک اشتباه هست، فلان است، بسار است. میتونسته سیگنال خوب به شما بده. شکستش، افزایش حجم معاملات در هنگام شکست و پول بک نقطه بسیار خوبی برای ورود بوده. البته اینی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و چشم به راهش بودیم دنبال سیگنال میگشتیم، این دیدگاه های قبلی هم مهمه. هر خط روندی قرار نیست شکستش به شما سود بده. شما اگر بتونی موجای قبلی رو بشموری و ببینی ABC کاملی زده، حرکتش رو بفهمی، حرکت کند شده، در حال تشکیل یک شکل اندینگه، خب اون سقف شکست اندینگ سیگنال بسیار بسیار معتبری و اینجا همین اتفاق افتاده. همونجور که دوست خودتون میبینین این اتفاق در ENG افتاده. من این تحلیل اضافی رو پاکش کنم، خیلی وقت پیشه.
در همین نقاط بوده، دنبال سیگنال خروج میگشتیم و یه سری هم تارگت هایی که بهش نرسید. خب پس این اتفاق افتاده. ما الان یه کفی داریم اینجا در انجین، به نظر من الان شرایطش بهتر از CRO، خیلی نزدیک داره. یه کفی داریم در این نقطه، هول و هوشه نه زیاد فاصله گرفت، الان 32% به کف فاصله داریم، ولی میتونیم به یک روش دیگه ای. خب اول تارگتشان بگم. خب ما یه 5 موج داشتیم، سناریو اتمام اصلاحه و شروع حرکت جدید. پس اگر یه همچین سناریو بخوایم وضع بدیم، بر این اساس معامله بکنیم، انتظار داریم که حداقل خودش به سقف برسونه، از همینجا تا سقفش 1500% حرکت. خب اینو تو ذهنمون داشته باشیم، بریم ببینیم که اون پایین چه جوری میتونیم سیگنال بگیریم که کمترین ریسک رو داشته باشیم. بریم تو 4 ساعته، برمیگردیم تو 4 ساعت. خب ما اینجا یه پول بکی داشتیم، تو این نقطه وارد نشدیم. اگر تو این نقطه وارد میشدیم، برگشته رو خط روندش، استاپ ما هول و هوشه 16% بوده، استاپ خیلی خوبی بوده. الان فاصله گرفته از نقطه پول بک، باید بذاریم سقف 0.31 رو بشکنیم. اگر این سقف رو بشکنه، اونجا جای خوبیه برای ورود و هنگام شکستن این سقف هم حواستون باشه که حجم معاملات هم چک بکنیم. اون وقت میتونیم استاپمون رو بذاریم زیر این پیوت پول بک، یه چیز هولوشه 24% بوده. این کمتر میشه، ریسکمون رو میاره پایین تر و جای ما بهتری. خب کانفرم بلند مدت رو تو CRO گفتم، تو انجینم بگم. سقف بی، شکست سقف بی، موج بی در عدد 57 سنت، اینم کانفرم خوبیه برای حرکت. فعلا اولین سوینگ به درد بخورش، سوینگ خیلی مینور نمیخوایم بگیم، متوسطش عدد 0.35 سنت، شکست 35 سنت اولین تاییدیه رو به ما میده و تاییدیه مهمش شکست سقف بیه. خب این تحلیل این دوتا کوین هم خدمتتون گذاشتم. امیدوارم که حالا بعد از 2-3 سال اصلاح در بازار، اصلاح سنگین، ضرر سنگین، این سناریوی ما تایید بشه در آینده. اگر کسی بخواد از بازار سود بکنه، باید ریسک هم بکنه. مثلا بدون ریسک شما سودی نخواهید داشت و جایی که فکر میکنین هیچ ریسکی شامل حال شما نیست، همه چی مثبته، اونجا به نظر من پر ریسک ترینه برای ورود. این اگر تو این 3-4 سال در بازار کریپتو بودین یا هر بازار دیگه فرق نمیکنه، همه این بازارها این شرایط کم و بیش در شکل میگیره. اگر 3-4 سال پیش بودین بازار بسیار بولیش بود، همه فکر میکردن که سقف آسمون و کره ماه و اینا رو داریم فتح میکنیم و نتیجه شد این ریزش سنگین در اون نقطه‌ای که همه مثبت بودن، خود منم مثبت بودم، هممون اینقدر جو روانی در اون نقاط قوی شکل میگیره یا شکل بهش میدن، مثلا بذار اینجوری بگیم دیگه، بهش شکل میدن که شما باورت نمیشه که میتونه مثلا یک کوینی 90%، 95% بریزه، ولی ما شاهدش بودیم این چند سالو تو ذهنتون نگه داریم. خب خیلی ضررهای بزرگی هم کردیم ولی الان یه مقدار امیدواری در بازار شکل گرفته. نمیگم حتما اتفاق خوب میفته، ولی جایی که میشه ریسکای خوبی رو پیدا کردن، ریسکای کمی نسبت به ریواردش. امیدوارم مفید بوده باشه. از دوستانم میخوام که همونجور که میبینن
تصاویر رو این سابسکرایب هم انجام بدن در کانال و کانال رو شیرش بکنن، کانال یوتیوب رو، که یواش یواش بزرگ بشه. این کانال بزرگ شدن این کانال باعث در واقع انرژی که میاد به بنده تاییدیه میشه برای ادامه حرکت در این مسیر. ممنون از همین.